سلام، من فونیکس هستم و خوش اومدیم به ویدیو جدید. بچه امروز اومدیم که با هم ببینیم تحمل انسان در برابر چیزای ترش چقدره. امروز من یه سری آیتم آوردم که آیتم از لول ایزی تا لول هارد ادامه داره و من میخوام اینا رو تست کنم و نباید بهش کدوم ریاکشن نشون بدم. اگر ریاکشنی به اینا نشون بدم کل این مواد رو با هم قاطی میکنم و میخورم. اگه دوست دارید که پارت دوم این ویدیو رو بذارم حتما ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارین و سابسکرایب کنید. پس بدون معطلی بزنیم بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها می‌بینیم که اول آیتم رو تست کنیم. اول آیتمی که من آوردم پرتقاله و میخوام ببینم که آیا پرتقال ترش هست یا نه. خب برم که ببرمش. خب بچه‌ها پرتقال بریدم، بریم تستش کنیم. اوکی. خب بچه‌ها پرتقال خیلی ترش نبود و من بهش نمره 2 رو میدم از 10. بریم آیتم بعدی. خب بچه‌ها آیتم بعدی که داریم نارنجه و نارنج کلا ترش هست. امیدوارم ریاکشن نشون ندم. عجب نارنجی. خب بچه‌ها نارنجم بریدم. یا علی. اوکی. نه بچه‌ها اینم زیاد ترش نبود. ترش بود ولی نه در حدی که ریاکشن بهش نشون بدم. بهش نمره 4 از 10 میدم. بریم آیتم بعدی. بچه‌ها آیتم بعدی که میخوام تست کنم لواشکه. لواشک ترشه بچه‌ها. این لواشک های لاهیجانه. اگه لاهیجان رفته باشین لواشک های ترش داره. باز کنیم و بخوریم ببینیم چقدر ترشه. خب بچه‌ها به اینم ریاکشن نشون ندادم ولی خب ترش بود، بهش 5 از 10 میدم. بریم آیتم بعدی. یواش یواش داره سخت‌تر میشه. امیدوارم که بتونم خودمو نگه دارم. خب بچه‌ها آیتم بعدی که میخوام تست کنم رب اناره که بچه‌ها رب انار ترشه. رب انار کلا 3 مدل داره: ترش، ملس، شیرین و این رب انار ترشی که من میخوام تست کنم. برو بریم. چه قاشق دیگه نیاوردم با چاقو میخورم. اینم اوکی بود و زیاد ترش نبود و بهش 3 از 10 میدم. وای بچه‌ها آیتم های بعدی قرار پارشم. بریم که آیتم های بعدی رو تست کنم. و اما آیتم بعدی بچه‌ها لیمو ترشه و اینو من باید خام بخورم. یا خدا، به نظر من آبشو بکشم تو لیوان و بخورم اوکی تره. بچه این لیمو ترشمونه. آبشو میخوام بریزم تو این. یه خورده از آبشو در میارم. اوه آبش پاشیدیم منوش. اوکی دیگه اینقدر بچه. یا علی. اوه گلوم بچه، گلوم از ترشیش زخم شد. بهش میدم 8 از 10 ولی هنوز ریاکشن اونطوری نشون ندادم. آیتم آخر مطمئنم ریاکشن نشون میدم. بریم که آیتم آخر رو با هم ببینیم. و اما آیتم آخر بچه ها آبگوره اصل. ببینید من اینو بخورم پاره میشم و ریاکشن نشونه. فکر کن اینا رو من با هم ترکیب کنم چه کوفتی میشه. یا علی گوشم ترشه.
اوکی بچه ها برو بریم. وای بچه خیلی ترش بودیم، گلوم سوخت. 10 از 10، واقعا 10 از 10. وای من برم آب بخورم. اوکی بچه ها واقعا آیتم آبخوره خیلی ترش بود و من نتونستم جلو خودم نگه دارم و ریاکشن نشون دادم و الان باید همه اینا رو با هم دیگه ترکیب کنم و قرار یه چیز افتضاح بشه. واقعا حداقل شما این ویدیو رو لایک کنید که من اینجا دلم شاد بشه. حداقل اول آب لیمو بهش اضافه میکنم. اوکی انقدر آب لیمو دیگه بس. یه خوردم آب نارنج بهش اضافه میکنم. وای بچه این پاره میکنم. میخوام یه کاری کنم. یه خوردم رو بنار میخوام بزنم بهش. وای قراره یه چیز مزخرفی بشون. چای تریاک آبگوره مونده. حالا این کوفتم باید بهش اضافه کنم. بچه من اینو بخورم پاره. اینم شد از معجون اسیدی ما. من اینو بخورم دیگه فکر کنم نتونم حرف بزنم باهاتون. بذار صندلی رو بکشم عقب‌تر راحت بتونم برم به سمت آشپزخونه. برو بریم. وای یه لحظه بوش کردم. اوکی برو بریم. وای بچه ها من هنوزم گلوم داره میسوزه و اونو گورت دادم کامل همه رو و الان وای بچه گلوم واقعا سوخت. انقدر ترش بود گلومو جر داد رفت پایین. این هم از مجازات سمی. خب رفقا اینم از این ویدیو بود. بچه ها انقدر چیزای ترش خوردم نمیتونم حرف بزنم. این هم از این ویدیو بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید و کامنت بذارین و سابسکرایب کنید و اگه دوست دارید که پارت دوم این ویدیو رو بذارم حتما بازدید این ویدیو رو به 60 تا برسونید و خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین و تا ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.